سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی دیگه از من یعنی علیزا. امروز میخوام برم رستوران هندی ببینم راج کاپور و سلمان خان چی میخورن که آقا آرپیتشو با دست میگیره تیر رو اینجوری جا خالی میده. چه خبره؟ مگه فیلمای مفتزله؟ یه فیلم دیده بودم یارو با تیر میزدش تو لاستیک ماشین، اینجوری ماشین از بالا سرش رد میشد، بالا میشد اینجوری از تو سانروف میگرفت میکشید یارو میواد اونجا پا میذاشتش. امروز قراره بریم رستوران هندی تندترین غذای هندی‌ها رو بخوریم. میگن اینقدر تنده که قبل از خوردنش باید وصیت‌نامه‌تو بنویسی بدی به نزدیکانت، چون احتمال داره بعد خوردنش دیگه زنده نمونی. همراه من باشید تا بریم تندترین غذای هندی رو بزنیم. سلام دوباره. اومدم رسیدم با مهاراجه نمیدونم دقیق اسمشو، احساس می‌کنم رفتم هندوی قدیم. بریم پایین. من تحقیق کردم بچه‌ها اینجا موسیقی زنده هم داره، چوسی نباشه دارم موضوع فیلم میگیرم این تو معلومه. بریم پایین. میخوام منفجر کنم رستورانو. تشریفیت دیدن مرحبا. حاج خانوم میشه یا حاج آقا میشه؟ فکر کنم میشه حاج آقا. حاج خانوم موهاش فره. بریم. سیگه زنده کی میارد تو اینجا؟ فقط من. میخوام تندترین غذای هندی که توی این رستوران وجود داره رو بگیرم برای خودم بخورم. میخوام آتیش بزنم خودمو. اما چالشی که توی این ویدیو داریم اینه که قرار نیست تا زمانی که ویدیو تموم شه من روش نوشیدنی بخورم، یعنی قرار درون قشنگ بسوزم. آتیش اصلا نباشه. درستی شما در از اسمشون سخته. یه دونه نان مخصوص مهاراجه زحمت ممنونم، یه دونه گلاب جامون، یه دونه چیکن شاهی لطفاً. تندترین غذایی که رستورانتون داره رو برای من بیارید. اونی که از گوشتی باشه همه هم تندتر باشه. یه برنج کاری هم واسمون بذارید. یه جور باشه که دیگه ما کلا آتیش بگیریم دیگه. الان آتیش نشانی بیاد خاموشمون کنه. نوشیدنی؟ دوغ. دو تا دوغ. ممنونم. مرسی. چاکرم. اینو دست فکر کنم از ما خاطر دوستم. دقیقی هست نشستم. گشتمه. بدترین چیزی که اینجا الان وجود داره اینه که من میدونم این غذا رو بخورم قرار آتیش بگیرم، قرار بسوزم. چرا رستوران هندی؟ چرا رستوران ایتالیایی نه؟ پسر تو مشکلت به خودت چیه؟ داستانت چیه؟ اولین آیتممون رسید. نونه نمیدونم چی هاجا مهاراجا شاید پیتزا. بچه‌ها من یه دونه به این بچه بدم، این بچه گشنشه. بخورم ببینم واقعا تنده یا نه. آشوب انگار چی؟ تند نیست، خیلی خوشمزه است. اینو یه جا قبلا احساس میکنم خوردم، یه چیزی که نزدیک به این بوده یه جا قبلا خوردم. از شما درد نکنه. متشکرم. مرسی. کار غذا رو اینا خورشتش یه قراره من بزنم با این غذا. امیدوارم که صدام بیادش تو ویدیو. مثلا از این برنج کاری بود اگه اشتباه نکنم. برنج کاریش بریدم بچه‌ها. من پیش دستی بریدم چون رژیمم دیگه. این خورش گوشتی هست که گفته بودم بیاره. بزنم روش ببینم چی میشه. یا حسین بو فلفلش دارم سکته میکنم. واقعا احساس عجیبی دارم. حس میکنم میتونم با تانک الان اینجوری کشتی بگیرم. واقعا تنده، داره تندتر میشه. هی داره میره جلوتر، داره تندتر میشه. داره تندتر میشه آجی. خیلی تنده. دارم سکته میکنم. میشه یه ذره دوغ بخورم؟ نه خیر. اون چه آیتمش هم بخوریم؟ این مزه املت میده اون یکی تند میده، ولی این غذایی که من سفارش دادم واقعا تنده. یه قلوب بخورم. یه قلوب. دیگه قلوب اگه اوکی. دارم آتیش میگیرم. این خیلی تنده. این
بیشرف بد تونده. این مزه املت میده، برنجش هم خیلی تونده. میزینه آفریقایی اوران اوتان استرالیا. من چالشو گفتم نمیتونم برم آتیش میگیرم ولی بازم میخوام بخورم، چون من تون دوست دارم، دست خودم نیست. برنجو میارم. عجیب غریبه. فوتش کنم کمک نمیشه؟ خیلی خوشمزه است ولی خیلی تنده. رستوران هندی فقط اگه خیلی تند کنید برید، دارم از تو آتیش میگیرم. ولی الان میفهمم چرا هندی‌ها میتونن گلوله جا خالی بدن. بگم که الان میتونم قشنگ با تانک کشتی بگیرم چون دارم آتیش میگیرم. خیلی حادثه داری رفت رو سر. چه فکر بچگانه‌ای بودش من برگشتم گفتم نمیخورم دو. یه پارچ دو میخوام سفارش بدم تا بعد اینجا بخورم. دارم آتیش میگیرم آقا. یه عینا میزنم به شوره ببره. زبون این قلقلک بود خیلی تندش کم بودش. من به تندیش 9 از 10 میدم چون واقعا این ریز میاد بالا آتیشت میزنه. 10 از 10 میشه اون که درجه آتیشت میزنن. دارم واقعا هر چی داره ازش میگذره داره بیشتر زبونم سر شده. هر چی ازش میگذره بیشتر دارم ازش بد فرم دارم میسوخم. دارم آتیش میگیرم میخوام برم بیرون فقط دهنمو بگیرم از شیشه ماشین بیرون هیچ حرکتی کنم برم. خیلی حال داد. یکی از خفن‌ترین تجربه‌های زندگی بود. غذای هندی خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است ولی خیلی تنده. این هم دسرشه. شبیه گلابیه. فکر کنم گلابی هم باشه. یه گلابی هم بزنیم و ببینم چه مزه‌ایه. گلابی خیلی مهمه ببینم چه مزه‌ایه. گلابی هندی با گلابی ما. داغه؟ گلابیه. به جایی که من دارم احساس می‌کنم گلابیه. بی‌نظیره. بذار دیگه بده. ببینید چی بینم مزه گلابی نمیده ولی شبیه گلابیه. ماشا از اینا می‌خریدم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ببخشید دارم اینجوری تون صحبت می‌کنم، دارم می‌دوزم، می‌خوام برم میدونم مرکز آتش‌نشانی شیلنگو بگیرم تو دهنم. بچه‌ها واقعا خوشمزه بود. سر گرم بود ولی خوشمزه بود. خیلی هم تون بود آجی. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.